مردی داشت توی خیابان قدم میزد که یک مغازه در یک محله قدیمی دید که گذاشته بودن برای اجاره. یه ایده به سرش زد. یه آجر برداشت و یکی از گلدان‌های جلوی مغازه رو شکست. سپس همچنین یادداشتی گذاشت: من به طور تصادفی گلدونتون رو شکستم. لطفاً با هم تماس بگیرین که بتونم خسارتتون رو پرداخت کنم. فردای اون روز مالک اون مغازه بهش زنگ زد. چون خودش صادقانه گفته بود که خسارت پرداخت میکنه، تونست اعتماد مالک رو جلب کنه و بدون ورود مشاور املاک باهاش درباره اجاره مغازه حرف بزنه و در نهایت تونست با کمترین قیمت مغازه رو اجاره کنه. چون تجربه‌ای در کسب و کار نداشت، نمیدونست چه مغازه‌ای باز کنه. پس به طور موقت جلوی مغازه نوشت اجاره داده میشه. خیلی زود تماس‌ها از طرف افرادی که به اجاره مغازه علاقه‌مند بودن داده شد. اون که داشت نقش مالک رو بازی میکرد از مشتریان میپرسید که قصد باز کردن چه نوع مغازه‌ای دارید. همه خیلی سریع جواب سوال رو میدادند. به هر حال فقط این یک سوال معمولی بود و در نهایت ایده هایی رو پیدا کردند که بیشتر از همه پیدا شده بود. و وقتی مغازه رو افتتاح کرد خیلی زود رونق گرفت. این داستان فقط درباره باز کردن یک مغازه نیست. درباره تأثیر تفکر هوشمندانه و اقدام جسورانه است. با شکستن گلدون یک در جدید باز کرد. با گوش دادن به جای حرف زدن به بازار اجازه داد تا خودش بگه چی میخواد. بله عزیزانم، در زندگی مهم نیست که حتما تلاش زیاد بکنی. کافیه که فکری هوشمندانه داشته باشی. برای ویدیوهای بهتر لایک و سابسکرایب یادتون نره عزیزان.